و شما از پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت می نمایند که پیامبر بزرگ فرمود این رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما. دو مرد از اهل دوزخ، او کسایی که در دنیا سرکش بدن، مطیع نبودن، او کسایی که دست به فسق فساد می زدن و به امر پروردگار در دوزخ انداخته بدن، صدای گریه و ناله شو میگه بسیار بلند می شود، با علم با درد ناله و گریه میکنن. فقال رب تبارک و تعالی اخرجوهما. خداوند بزرگ و متعال میفرماید که کو همین دو نفر ببروره، چی درد دارن یا چی داد و فغان دارن. وقتی خارجشان کردن، حضرت خداوندی میگه از اونا سوال میکند لای شیء اشتد سیاحکما، چرا اینقدر صداتو بلند شد؟ آخه مادام که صبری عذاب و عقوبت نداشتید بدبختا، چرا دست به فسق فساد زدید؟ چرا از راه حق منحرف شدید؟ چرا گریه و فغان داره؟ گفتن فعلنا ذلک لترحمنا. پروردگارا با او خاطر گریه و فغان میکنیم که تو ما را بیامرزی، رحمت و مغفرت کنی. رحمت تو به انتهاست پروردگار. امید داریم که ما را از آتش جانسوز جهنم نجات بخشی. حضرت خداوندی در جواب میگفته است این رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. رحمتی من میخواهید؟ امروز رحمتی من نسبت شما آن است که الحال هر قفا می روید و از همون جایی که برو آمده با سرکی میپره در قعر جهنم، با در همون دوزخ تانه می اندازه. برای شما دیگر چاره دیگر نیست. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت میکند فینطلقان فیلقی احدهما نفسه. میگه آمدن سرکاشو خم، آبای دیده شو در رخساره ها جاری، یک نفرش میگه در حال خودش انداخت. از بس که الکی عذاب و مشقت و دهشت نافرمانی را چشیده بود، دیگر وقتی که خداوند امر کرد که باز روید و در همون دوزخ پرید، به یگان استحاله میگه آمده خودش انداخت. فیجعلها علیه بردا و سلام. وقتی خداوند بزرگ میبینه سرسپردگی او بنده را و میبینه که فرمان خدا را در حال اجرا کرد، میگه همون منطقه و همون موضعی را که اون مرد خودش انداخته بود در داخل دوزخ به یک مکان خوش و به یک گلشن مبدل گردان، همچنانه که آتش نمرود از برای ابراهیم علیه السلام گلشن گردانده بود، یا جای سرد جای نعمت گرداندش. و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه. اون نفر دیگه‌اش میگه در همون قعر دوزخ در بالای دوزخ ایستاده است، دو دیله میشوه، جرأت نمیکنه در همون لبی چیز گردنکش کج میایسته. حضرت خداوندی با صداش میکنه ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک. ای بنده گفت تو چرا نپریدی؟ آخه من شما را فرمان دادم و رفیقت کو پرید، تو چرا ایستاده در اینجا در لبی در لبی دوزخ؟ میگه با آب دیده، با ناله، با حزن با خداوند مراجعت کرد، گفت یا ربی اینی لارجو الله تعیدنی فیها بعد ما اخرجتنی. پروردگارا من امید میکشم که بعد اون که از دوزخ بیرونم کردی دیگه بر نگردونیم، همه خیل گناه ما ببخشی. حضرت پروردگار میگفت است لک رجاؤک، مادام که امیدت همین باشه از پروردگار، پس به امیدت رسیدی، من ترا از آتش جهنم نجات دادم. فیدخلان الجنه برحمت الله تعالی. و هر رفیقی که در دوزخ می سوختن، هر دش میگه به امر پروردگار وارد جنت کرده شدن. سبحان الله. آخی وقت این صفت پروردگار در نزد ما و شما میگویند، از زبان پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنویم، چگونه شیفته و شیدای الله ذوالجلال نشویم؟ چه جای مؤمنا به خدا قسم همین مشرکا به طریق باید و شاید اگر الله شناسن همش ایمان میارن، همش رو به اسلام میکنن.